خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم. در یک جمله هدایت به دین مبین اسلام یعنی حسن الخاتمه، خاتمه به خیری در همه امور و شؤون زندگی. از اینکه خداوند در ما و شما منت گذاشتن، حیات ما و شما رو تمدید نمودن که در حقیقت یک فرصت مجدد و دوباره برای ظرفیت سازی زندگی خودمون در اختیارمون گذاشتن. خداوند و بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم که ما و شما برادران ایمانی این توجه و این لطف و این مرحمت خداوندی رو با قدرشناسی و شکر و سپاسگزاری جواب بدیم. خیلی ها حیاتشون تمدید نشد که شاهد هلال ماه مبارک رمضان باشن و دستشون کوتاه شد از اینکه یک حسنه به حسناتشون در ماه مبارک رمضان بیفزایند و دستشون کوتاه شد و زبانشون قاصر شد از اینکه بتونن یک سیئه از سیئاتشون رو کم بکنن. اما این فرصت در اختیار ما و شما قرار داده شده. اگه ما ناسپاسی بکنیم حجت بر ما تمام میشه. پس کسی جز خودش دیگری رو سرزنش نکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند از رحمت خدا ببخشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی پله های منبر رو میشمردن برای ایراد خطبه. هر پله‌ای که بالا میرفتن آمین میگفتن بدون اینکه شنوندگان دعایی بشنوند. ظاهراً دعایی شنیده نمیشد اما آمین شنیده میشد. قطعاً کنجکاو شدن، طبعاً کنجکاو شدن که علت این سه تا آمین چیه امروز. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان فرمودن که پله اول که رفتم بالا جبرائیل امین
آمد در گوشم گفت که از رحمت خدا به دور باد. مسلمانی که سالم باشه، تندرست باشه، معذور نباشه، بهانه‌ای نداشته باشه، ماه مبارک رمضان بر او داخل بشه و خارج بشه، آمرزیده نشه، رحم نشه، مغفرت خدا شامل حالش نشه. این علت آمین اول من بود و واقعا یک تهدید هست برای کسانی که فرصتها رو ضایع میکنن. واقعا یک تهدید هست برای کسانی که الطاف الهی در حقشون نادیده میگیرن و نعمتهای خدا با کفران جوابگو میشن. این دعای من و تو نیست که شاید موانع زیادی برای استجابتش باشه. دعا کننده جبرائیل امینه و آمین گوینده بالاتر از جبرائیله. اشرف رسول و اشرف خلق الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم. جبرائیل علیه السلام فرمانده کل فرشتگان خداست، مطاع ثم امین. کل فرشتگان به امرشن و ما یعلم جنود ربک الا هو. پس دعا کننده جبرائیل امینه و آمین گوینده رسول خدا صلی الله علیه و سلمه که جبرائیل تا سدرة المنتهی سقف آسمان هفتم در سفر معراج همراهی کرد. 3 معراج باقی مانده بعد از آسمان هفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم به تنهایی رفت. حد جبرائیل تا همون حد بود. ما باید تلاش بکنیم خصوصا در ماه مبارک رمضان که این دعا و این آمین در حق ما مستجاب نشه، وگرنه راهی برای نجات نیست. در وصف پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده در غیر رمضان و در رمضان، حال و هواش، حسش، تلاشش. پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه بنده خالص و مطیع و مجد و تلاشگری بوده. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ما برداشت صوفیانه از این آیه نداریم که بعضی از شیخ‌های طرق صوفیه که منحرفن به یک درجه‌ای که دیگه رسیدن میگن ما به یقین رسیدیم، دیگه نماز لازم نیست، عبادت لازم نیست. معنی یقین اینجا مرگ. خدا رو پرستش کن واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا اینکه مرگ سراغ تو بیاد. دست از عبادت و تلاش نباید کشیده بشه. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم بنده شکرگزار و سپاسگزار و قدرشناس و مطیع و فرمانبر
و مجد و تلاشگری بود در طول حیاتش، در طول ماه‌های سال. اما به رمضان که میرسید تلاشش بیشتر میشد، مضاعف میشد، حال و هوا و حسش و جهد و تلاشش و مجاهدتش بیشتر میشد. به 10 روز و 10 شب آخر رمضان که میرسید صلی الله علیه و سلم دیگه نه خودش در مدینه میخوابید شبها و نه اجازه میداد خانواده و اهل مدینه 10 شب آخر رمضان بخوابن، همه رو بیدار میکرد. در جستجوی شب قدر بودن، شبهای پایانی رمضان رو احیا میکردن. حتی شب عید سنت هست که شب عید هم احیا بشه، شب توزیع جوایز هست. این به این معنی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در ماه مبارک رمضان، خصوصا در دهه سوم ماه مبارک رمضان، از خودش هم سبقت می‌گرفت. از خودش در غیر از رمضان سبقت می‌گرفت، یعنی با خودش مسابقه گذاشته بود، در غیر از رمضان، در ابتدای رمضان، در آخر رمضان. واقعا ماه مبارک رمضان یه فرصت طلایی است. بزرگترین ثمره روزه تولید تقواست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بزرگترین فلسفه روزه این که بندگان روزدار به تقوا برسن، پرهیزگار بشن، متقی بشن. و تقوا نیاز ضروری و الزامی هم زندگی معنوی و هم زندگی مادی و هم زندگی دنیوی و اخروی ماست. پس کاری که روزه میکنه تقوا تولید میکنه و تقوا یعنی جی پی اس یا به تعبیر عربی بوصله. یک ملکه است که وقتی در انسان مؤمن شکل میگیره، ایجاد میشه، راهو براش روشن میکنه، انسان مؤمن رو بر صراط مستقیم قرار میده، از انحراف و مسائلی که بر انحراف مترتب میشه نجاتش میده. خصوصا امروز که فتنه ها مثل قطعه تاریک از شب تاریک بر امت محمد سرازیر هست صلی الله علیه و سلم. آخر الزمان دیگه، فتنه هایی که فردا و پس فردا میاد از فتنه های امروز بزرگتره. قبلا اگه فتنه ای بود تو خود روستا بود، امروز فتنه های جهانی و بین المللی آمده تو روستاهای کوچک، آمده تو خانواده ها، دیوارها رو شکنده وارد شده بدونی که از خانواده و بزرگ خانواده اجازه بگیره، از پدر و مادر و مسئول. فتنه آمده. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، او کما قال صلی الله علیه وسلم.
من شما را بر راه و روشی روشن و آشکار واضح قرار دادم که در این راه روشن، محجت البیضاء، درخشان، شبش مثل روزشه. راه خدا شبش مثل روزشه، یعنی شبش هم تاریک نیست. ولی وقتی انسان از راه خدا منحرف میشه و دچار بی‌تقوایی میشه،